این هفته خبر تو خبر داره براتون. از اعتراف امام جمعه های خامنه‌ای به باخت نظام ولایت و ریزش بسیجی ها. در ماهای اخیر احساس میکنم که بعضی ها اصلا پمپاژ دارن میکنن ناامیدی رو. من نمیخوام تعابیر اونها رو بگم، میدانم تعابیرشون چیست، ولی میخوان به مردم ایران بگن باختید. لب کلامشون اینه. بسیجی‌ها تازه دوزاریشون افتاده که عظما تو سوریه باد کاشته و خلاصه بدجوری رکب خوردن. سمپای گنبره سمپای گنبره سمپای گنبره سمپای گنبره سمپای گنبره سمپای. حالا دیگه این مهره‌های خود رژیمن که از چپ کردن ماشین نظام خبر میدن. اگه تردید کنی، شک کنی، مسیر رفتی به خاکی. این خاکی هم بد جوریه. دیدید ماشین میره تو خاکی؟ اینی که دوباره ماشین وقتی بره خاکی چپ میکنه، که خیلی ها اینجوری شدن، چپ کردن، نتونستن دیگه برگردن، رفتن که رفت. حالا دیگه ظاهرا تنها امید بسیجی‌ها به یه دستیه که اینجوری بیرون بیاد و جلوی چپ کردن ماشین عظما رو بگیره، اما خبر ندارن که این فقط مال تو فیلماست. البته ترس اصلی عظما از کف خیابونا و قیام مردمه. بعضی توقعی بیچاره داشته باشن، هی هر روز قاشق بزنن، حقوق میخوان، چی میخوان؟ اینا اجازه امکانات کشور رو در نظر بگیرید. تو این شرایط هر گونه ایجاد اختلال، خیانت به کشور، خیانت به نظام، خیانت به مردم، خیانت به اسلام، خیانت به همه، به شهداست. شرایط کشور این شرایط محدودیه، بودجه کشور محدود، امکانات کشور محدوده. به مردم که میرسه امکاناتشون محدوده، اما همین دزد عمامه‌دار ببینید هفته قبلش چطوری از صدور اموال مردم برای مزدورای خامنه‌ای بازارگرمی میکرد. هماهنگی که با تهران شده بنا شد یک قرارگاهی در لبنان ایجاد کنیم برای کمک به نیازمندان، به آوارگان، به جنگ زدگان. دست شما درد نکنه. شما توی حساب حدود 6.5 میلیارد تومان پول همون روزای دو هفته اول ریختید، اما هفته ایست حداقل 3 میلیارد تومان برادره میگن ما نیاز داریم. دیدید خامنه‌ای انگشتر و چپیش رو توی جلسات روزخونیش به بسیجی‌ها میده تا براش قش و ضعف کنن؟ حالا پاسدارا از همین انگشترهای اسقاطی هم نوندونی درست کردن و بساط مزایده به راه انداختن. یکی از انگشترهای حضرت آقا رو در هیئت عرضه کردیم، حدود 1 میلیارد تومان بلکه بیشتر فروش رفت. 2 تا انگشتر دیگه از حضرت آقا به هیئت رسیده که هر دوتا مطمئنه. یه انگشتر مردونه است که انگشتر حضرت آقاست برای کمک به جبهه مقاومت. گفتن حاج آقای کاشانی آتش بس شد، مشکلات لبنان حل نشد. شیعیان سوریه مشکلاتشون خیلی زیاده الان، در هرمل، در بقا. مردم فلسطین کمک ها کم شده. بسم الله بگید یا علی بگید، این انگشتر حضرت آقا هست. سال هاست که در جریانم این انگشتر حضرت آقا به کی اهدا شده، چرا اهدا شده. این ویدیو هم
رسید پولها و اجناسیه که برای مزدورای لبنانی عظما ارسال میشه. اللي بيقولوا الشعب الإيراني باعنا. تعالوا أخبركم. 150,000 حصة غذائية بس بهاي المنطقة اللي نحن فيها، و500,000 حصة غذائية على صعيد البقاع. خلونا نحسب قد ايه كلف سخان المي أو أذان المي على الكهرباء. أذان عدد 400 وكل واحد بكلف $500، يعني $200,000 بس حق أذانات مي على الكهرباء. حکایت این پولا حکایت همون پولای بادآورده است. بله، سرمایه های مردم رو میفرستن برای مزدوراشون، بعد سلبریتی هاشون رو میارن توی تیوی ریش تا برای مردم ایران نسخه قناعت بپیچن. کنید و اگر به قول شما حتی سفره ها کمی خالیه، کمی دست‌ها تنگه، بله، غیر از کمک به نظرم همون چیزی رو که دارید باهاش شاد باشید. این قشنگترین چیزیه که میتونم امشب بهتون در یاد. حالا بشنوید از خالیباف دزد که بعد از عمری چاپیدن حالا داره تو جنگ و دعواهای باندی اینطوری قرقر میکنه. پس باید بدونیم که ما اونطوری که باید کارمون انجام میدادیم ندادیم و این هیچ منطق نداره واقعا که ما در یک کشوری زندگی میکنیم که 19.5% نفت و گاز رو داریم، یعنی رتبه اول دنیا رو داریم، تابستون برق نداریم، زمستون گاز نداریم. با همین روند پیش بریم، بعد هر دوتاشو در یک زمان نداریم. حالا گاز کجاست؟ یه نمونهش رو خودتون ببینید. قرارداد صادرات گاز ایران به عراق به مدت 5 سال دیگر تمدید شد. این قرارداد در سفر معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران به بغداد و در محل وزارت برق عراق امضا شد. اليوم وقعنا عقد ل5 سنوات قادمه. بر اساس این قرارداد تا 5 سال دیگر از ایران گاز خریداری خواهیم کرد. نیروگاه‌های ما برای تولید برق نیاز مبرمی به گاز ایران دارند و تجربه سالهای قبل نشان داده ایران شریک. این هم یک کامنت اقتصادی از فضای مجازی که کاملا بدون شرحه. اخبار داشتم نگاه میکردم، دیدم مردم کره جنوبی به شدت از رئیس جمهورشون ناراضی‌اند، میگن این خائن و فاسده. داشتم آمار اقتصاد خودمون رو با کره جنوبی مقایسه میکردم. سال 57 درآمدسرانه ایرانیا بوده $2,500، مال کره‌ای‌ها بوده $1,700، خیلی اما کمتر. الان اونا درآمدسرانه‌شون شده $40,000، 20 و چند برابر شده. درآمدسرانه ما شده $2,000، کمتر هم شده. حداقل دستمزد یه نفر تو کره جنوبی سالی 1,080,000,000 تومان، اینجا 80 میلیون تومان. یه ایده به ذهنم رسید، گفتم شما موافقید بریم با مردم کره مطرح کنیم که آقا شما هرچی مسئول فاسد و خائن داری بده به ما، بیا ما مسئول درستکار با تقوای نماز شبخون درجه 1 ما میدیم شما. بذار اون فاسداتون آتشخالاتون بیان اینجا، یه ذره ما یه رفاهی رو تجربه کنیم اینجا. بلکه خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با 2 جمله قصار از رئیس جمهور مشنگ خامنه‌ای شروع می‌کنیم. یه آدمی هیچ مرحله‌ای رو طی نکرده میاد یه دو مدیر کل یه سازمانی میشه، میگیم چون فلانی اینجوریه. حالا مثلا حزب اللهیه، حزب اللهی بدون امتحان باید بیاد بالا، بدون تجربه باید بیاد بالا. میشه یه مسئولیتی رو به کسی سپرد که تجربه به علمشو نداره؟ خیانتی بالاتر از این وجود داره؟ این حجت الاسلام مشنگ و دوله هم جواب زرشکیان رو با یه پست تو شبکه ایکس داد و گفت چرا نمیشه؟ خودتو این کار کردی. البته قضیه فقط به لگولگت‌های مجازی ختم نشد. طرف تو استبل ولایت هم اینطوری از خجالت زرشکیان در اومد. من شمردم نورافکن‌های اینجا دوستان حدود 450 تا نورافکن اینجا روشنه. آقا والله اگه تعطیل کنیم اینجوری به برق کشور کمک میکنیم 2 درجه رو که آقای این که مجلس نشد آقای نیکزاد. من حرفم اینه دوستان. آقا میگه تو چرا دیروز تذکر دادی؟ برادر من مجلس آقا
کسی که برای متحد خورد نمیکنه. چرا؟ خودتون همتون دارید مینالید. آقا قانون تو این کشور حرمت داره یا نداره؟ تکلیف ما رو معلوم کنید. از اون طرف بحث استیضاح وزرای زرشکیان هم روی میز اومده و بدجوری اوضاع رو قمر در عقرب کرده. اما مسئله اینه که ما نباید پالسی از مجلس بدیم که وزرا هم نمیخوایم استیضاح بکنیم. این غلطه، این خطای راهبردیه. اینکه برادری برگرده بگه الان به مصلحت نیست استیضاح وزرا، این نادرسته. خب اولش به همه وزرا رأی دادیم، بعد به بودجه رأی دادیم، الان بگیم کسی رو استیضاح نمیخوایم بکنیم، اسناد بالادستی هم اجرا نمیشه، پس اصلا برای چی دیگه باید کسی از مجلس حساب ببره؟ اصلاحاتی ها هم این حرفای عظما رو تو فضای مجازی منتشر کردن تا شاید یه جوری جلوی پاچه‌گیری باند مقابل رو بگیرن. وزیر رأی اعتماد از مجلس گرفته، چند ماه بعد، 3 ماه بعد، 4 ماه بعد همین وزیر استیضاح بشه. 3 ماه استیضاح برای چی؟ مگر در 3 ماه چه کار میتونسته بکنه که چه کار میشه کرد تو 3 ماه در یه وزارت خونه که اگر نکرد استیضاحش آدم بکنه؟ این افراط در بکارگیری ابزارهای نظارت. خلاصه که عظما بکس و باد کرده و خودش هم نمیدونه چطوری باید تعادلش رو حفظ کنه. حالا که تا اینجا اومدیم یه یادی هم از این سوتی تاریخی بکنیم که فقط تو مهره‌های نظام ولایت اتفاق میفته. شما که رئیس فدراسیون فوتبال بودید، همزمان دبیر کل کمیته المپیک هم بودین، یه بار بودجه کم میارین برای تیم امید میخواستین که درخواست بودجه کنین رو پاداش رو نمیدونم حقوق و اینا، نامه زدید به خودتون که دبیر کل کمیته ملی المپیک بودید که آقا پول بده. یعنی رئیس فدراسیون نامه زده به کمیته ملی المپیک، بعد خودتون زیرش پاراف کردید. این آخوند اصلاحاتی هم دنبال اینه که با این تصفیه حسابا برای همباندیاش بازارگرمی کنه. بدنه 80% رای جامعه هر چیزیشون رو که میخوان از این رای تلویزیون بگیرن، این قوام امنیت کشوره. الان که اصلا مخاطبی همینو میخوام بگم، میگم قوام امنیت کشور با اینه. بیننده نداره تلویزیون. هر چی که نداره اختلاس، هر چی که کاری میکنن که توش دیده نشه یا کاری نمیکنن که دیده بشه، هر پولی که خرج اون بشه اختلاس. اما اینا حواسشون نیست که دیگه تموم ماجرا و الان اصلا اصلاحاتی یه فحش محسوب میشه. مطلقاً اصلاح طلب نیست. نه اصلا این آر خودم میدونم. مطلقاً اصلاح طلب بسیار خوب، اشکال نداره. من یه متفکر سیاسی مستقل منتقدم. البته که بیشتر اهل فلسفه و نظریه. بسیار خوب، اون اشکال نداره. عرض میکنم ولی اشتراک فکری وجود داره. نه هیچ اشتراک فکری با این دوستان من ندارم. هیچ اشتراک فکری با جریان اصلاح طلبی من ندارم. مطلقاً. من شنگستان این هفته رو با سخنرانی تاریخی این حسن قش به پایان میبریم که اشاره دستش خیلی تو فضای مجازی خبرساز شده. مشکلات ناامنی از سگهای ولگرد گرفته تا دزد و ناامنی که متاسفانه در نصیرشهر وجود داره